هاوارد شولتز مردی بود از محله‌های کارگری بروکلین. زاده خانواده ای ساده با سختی‌های بی‌پایان. جایی که کار و باز هم کار تنها سرمایه ماندگار زندگی به حساب می آمد. پدرش راننده کامیون بود با دستانی که بوی روغن و خاک جاده را می دادن و مادرش زن خانه‌داری بود که تمام توانش را صرف نگهداری از خانواده می کرد. آنها هرگز طعم روزهایی را که رؤیایی برای آینده داشته باشند را نچشیدند. فقط دست و پا می زدند که روز را به شب برسانند. هاوارد در میان این سختی ها رشد کرد، ولی قلبش مدام زیر بار این همه تکرار و خستگی به درد می آمد. اما بالاخره بزرگ شد و به دانشگاه رفت با قرض هایی که تا سالها قرار بود به همراهش داشته باشد. هرگز از بروکلین و سایه آن محله های دود زده کارگری رهایی نیافت، اما فهمید که شاید می تواند متفاوت زندگی کند. تا اینکه یک روز در سال 1981 اتفاقی که سرنوشتش را عوض کرد رخ داد. او مدیر بازاریابی شرکتی کوچک بود که دستگاه‌های قهوه ساز می‌فروخت و طی یک سفر کاری به ایتالیا فرستاده شد. آنجا در خیابان‌های شهر میلان قدم می‌زد و لحظه‌ای کنار کافه‌ای ایستاد. بوی قهوه تازه و صدای خنده مردمی که دور هم جمع شده بودند درونش را دگرگون کرد. انگار برای اولین بار از خوابی به درازای همه زندگیش بیدار شد. هاوارد دید مردمی که در میلان در کافه های کوچک دور هم جمع می شدند انگار خودشان را پیدا می کردند. لحظه ای از زندگیشان را می چشیدند، حال همدیگر را می پرسیدند و هر جرعه چیزی فراتر از قهوه را می نوشیدند. لحظه ای آرامش در میان همه. این بیداری چیزی فراتر از ایده های بازاریابی برایش به ارمغان آورد. او احساس کرد میتواند چیزی بسازد که مردم در آن احساس تعلق و همبستگی کنند. همان چیزی که سالها در بروکلین از دست داده بود. آنجا تصمیم گرفت باید این فرهنگ را به آمریکا بیاورد. پس از بازگشت سعی کرد مدیران استارباکس که آن زمان تنها یک مغازه بود را قانع کند که قهوه فروشیشان باید فراتر از فروش دانه های قهوه باشد. اما آنها نظر دیگری داشتند. مدتی بعد وقتی سرمایه گذارانی به حمایت از ایده اش پرداختند، هاوارد توانست خودش وارد میدان شود و استارباکس را بخرد. اما رویای هاوارد ساده و سرراست هم نبود. او به سرعت با واقعیت‌های بازار، قیمت‌گذاری و رقابت دست به گریبان شد. حتی در شروع بسیاری از آمریکایی‌ها ایده‌اش را نمی‌پذیرفتند. برخی او را یک کارآفرین با ایده‌های پوچ نامیدند. با این حال او همچنان بر این باور بود که کافه‌اش می‌تواند جایی باشد برای همه، پناهی کوچک از دنیا، همانطور که در میلان دیده بود. روزی که استارباکس به شهری بزرگ وارد شد، هاوارد به آرامی به گوشه‌ای ایستاد و مردم را تماشا کرد. او دید چگونه هر روز غریبه‌هایی می آمدند، با قهوه‌هایشان پشت میز می نشستند و نگاهی به اطراف می انداختند. او در میان شلوغی و همهمه، جایی که مردم بدون هیچ آشنایی در کنار هم بودند، احساس کرد این فضا چیزی به آنها می بخشد. یک فرصت کوچک برای یافتن و نفس کشیدن. هاوارد سالها در کنار استارباکس ماند، اما هرگز حقیقت زندگی را از چشم نینداخت. فهمید آن چیزی که میساخت هرگز نمیتواند همه مشکلات را حل کند. در هر فنجان قهوه تنها جرعه‌ای آرامش بود و هر بار که به فنجانها نگاه میکرد به یاد میآورد که این لحظه ها، همین فرصتی کوتاه که برای مردم میساخت، شاید کافی نباشد، اما در جهان خسته کننده و شلوغی مثل این میتواند ارزشمند باشد. در نهایت هاوارد شولتز با استارباکس کافه‌ای بزرگ ساخت که مردم در آن پناه می‌گرفتند، نه برای حل مشکلاتشان بلکه برای تجربه لحظه‌ای از فرار، جرعه‌ای آرامش و یادآوری این حقیقت ساده که شاید زندگی همه چیزش کار و موفقیت نیست. یادآوری این مهم که گاهی حتی در میان مسیرهای سخت باید خودت را پیدا کنی.
بنشینی، قهوه‌ای بنوشی و برای یک لحظه از خودت بودن لذت ببری. او فهمید که چیزی که ساخته فراتر از قهوه و تجارت است، چرا که حقیقتاً شاید همه ما به لحظه‌ای کوتاه و ساده از آرامش نیاز داریم، جایی که بتوانیم خودمان باشیم و خستگی‌هایمان را برای مدتی فراموش کنیم. زندگی در میان تمام سختی‌ها، ناکامی‌ها و فشارهای روزمره نیازمند لحظه‌هایی از آرامش و تعلق است. هاوارد شولتز با راه اندازی استارباکس فضایی را ساخت تا مردم بتوانند برای لحظه‌ای از این شتاب زندگی دست بکشند، با خود خلوت کنند و دوباره به خود بازگردند. این داستان یادآور می شود که اهمیت همدلی و پیوندهای انسانی حتی در یک تجربه ساده مثل نوشیدن قهوه می تواند تأثیری عمیق و پایدار بر روح آدمی بگذارد. در دنیایی که همیشه در جنب و جوش است، آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چه چیزی در زندگی واقعا شما را آرام می کند؟